شهرک کندل در شمال آلمان، جایی که به تازگی یک پسر 15 ساله افغان یک دختر آلمانی همسال خود را با ضرب چاقو کشت. آلمانی ها به یاد قربانی این حادثه شمع روشن میکنند. پلیس میگوید زخم دختر مقتول آنقدر عمیق بود که پیش از رسیدن به شفاخانه جان داد. پسر افغان که درباره‌اش جزئیات چندان نشر نشده حالا در قید پلیس است. یک پسر 15 ساله که شهروند افغانستان است. به اساس معلومات تازه او از اپریل سال 2016 به این سو در آلمان زندگی می کند. باشنده های شهر کندل از این رویداد متاثر شدند. حتی شماری از آنها با این شعار از صدر اعظم انگلا مرکل میپرسد وضعیت چرا بهتر نشده؟ انگلا مرکل در مقابل مهاجرین سیاست نسبتا نرم دارد و دولتش در 4 سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان و سوری را پذیرفته است.